اخبار امروز سینمای جهان در ریویو باف. اولین تیزر فیلم 5 شب با فردی رونمایی شد. داستان فیلم بار دیگه با حضور جاش هاچرسون و متیو لیلارد ادامه پیدا میکنه و داستان موجودات انیماترونیک ترسناکی رو گسترش میده. قسمت اول این فیلم با فروش جهانی 291 میلیون دلار موفقیت آمیز بود و حالا قسمت دوم به کارگردانی اما تمی برای اکران در 5 دسامبر 2025 برنامه‌ریزی شد. فصل 27م سریال انیمیشن ساوث پارک 20 تیر ماه 1404 از شبکه کمدی سنترال پخش میشه و به مسائلی مثل کتامین، دیدی فضانورد و جنگی خشونت آمیز علیه کانادا میپردازه. فصل 4 مزرعه کلارکسون در 2 خرداد از آمازون پرایم منتشر میشه. در این فصل جرمی کلارکسون با تیم همیشگیش ماجراجویی‌های جدیدی رو تجربه می‌کنه، از جمله افتتاح یک میخانه در آکسفوردشایر. فردا با اخبار جدیدتر برمیگردیم.